الله أكبر. دوستانی از این نگفتن ما پیش از نوار تماشا کردن به شما یک کمپانی خوب و بهترین توصیه میتونم، یعنی گروزا پریوز که از مسکو به تاجیکستان بار میارد. بار در تریتوری بزرگ لوبلینا و ساداباد جمع می شود. تریتوری مسکو دستافکا 20 پلاتین. دوستانی عزیز، بار به طرف شهر دوشنبه، شهر باختر، ناحیه یاوان، عبدالرحمن جامی، ناحیه غازی ملک، یعنی تمامی شهرهای جمهوری تاجیکستان بار شما را آورده ساق و سلامت میرسونند. کمپانی اکای بختیار و بهرام جان دوستان عزیز، 6 تا رقم‌های تلفنشون در این روی اکران میمونه. مرامت کرده زنگ زنید، بارای خود را به تاجیکستان روان کنید. سلامت باشید. سلام علیکم. خوب هستی برادر؟ شما خوب هستید؟ اینجا کارو گفتم همه طرفات انجینیر شما خوبه نکرد همه طرفات همه تینش خوب. نه اکا جان، اکا ما حقی نصیحت کردن هم نداریم شما رو. شما ایو کلونه نکنه تماکو رو نکشی با خوبتر میشود. اگر تا همین قاپوق شکی دیده باشه همین کریشکه میگن قاپوق میگن چی میگن اینا نویسته که تماکو کشی به نشمندی آورده میرسونه. همین نکشی با خوبتر میشه که ایمو گفتن. خوب شده بود. خوب زنده باش. بعضور بشید. میگم هر مروباچه راست میگه. افشین همین چی در کورم نیست. همین میکشیده. سلام مولو هم راست میگه. خداوند بزرگ، در پناه عصمت خودت نگهبان باش. در نزد دوست و دشمن سرخم نکن. پاک و پروردگار را از ایمان خارج نکن. خداوند بزرگ، همین نمازهای خواندگی ما را به درگاهت قبول بگردان. پاک و پروردگار را در پناه عصمت خودت نگهبان باش. به حرمت اللهم اغفر لی و لوالدی و لاستاذی و جمیع المؤمنات والمسلمین والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. الله اکبر.
مرا شعور یادش استاد سلام علیکم. نه از دادارم خوب هستی؟ استاد من همین شعر خواندم تحلیلش نفهمیدم استاد هم فهمیدم. تحلیل این شعر کو غافل مباش ز عمر چو کشتی در آب ایستاده می نماید و چون تیر می روم. په چی شعری خوب، چی شعری با منطق و پرمضمون. بله استاد. انا که دادر عزیز، شاگرد عزیز، بله. یکی عمر آدم ایستاده می نماید و یکی که کشتی که در بین آب، همین هر دو ایستادگی می نمایند. این همین را در نظر داره که غافل مباش ز عمر چی کشتی در آب ایستاده می نماید و چون تیر می رود. ایستادگی می نماید اونه که تیر ده تیز می رود. یکی عمر و یکی کشتی. این تعلیلش همه که عمر آدمیزاد به حد تیز میگذره. برای همون که چرخ میتوانی ولی دادر جان فقط بخون. خب من شاگرد عزیز رحمت کلام شد. فقط بخون من آفرین بخون. عشق کنم تو. بس ای ما عشق کنم تو. شما تختان زور میگیرید کدامش کلونه؟ اینمیش بزنید یک دیگر. وحزت ایرا بزنتا. چیگه پای دادارو همین دیننگی گوده کن شما. همین وقتی که هم خیلی جنگ کنین حاجی وقتی خوندن شما او برین یک کانتر کار کنین یک ایکو الاف بیارین هزون بیارین اینا علکه وقتی بایشیده چوبوک برین یک کار کنین شما دادارو کو جنگ سگ میکنه این خیلی گفت نیست همده کو ارتان اوشتشن انم که آفرین دادارو کوی مکانتونو بزنید انا برای همین که خوچک جان این دادارو که من دادارم بابا جان هم داری این دادارم بابا جان انا برای همین که فقط همدیگرتون رو حرمت کنین. در این دنیا عزت و حرمت احترام میمونه. برای همین که بدا خونتون برای خوچک جان بدا فقط خنده بابا جان رفته کنم انا دادر عزیز رفته بچه دادر هر که خدای خود برای کفای کار شما. بچه جون مرا گوش کن. زندگی و چم مجموعه بیش و کمیست مطلب چی رنج و عذابا با چی دقت و کلام کردی. میخوام که با سری بلند بری و با سری بلند بر بگردی بچم. آدمایی هستن که راه زنن دزدن قلابن به هر راه میبرن. من میخوام که با سری بلند بگردی بیایی کشلامو. میفهمم چه جانی من جان بچه جان دیل تا پر بگیر. میدونی که من خیلی بد ندارم کاری بد نمیکنم چه جانی من فقط من همین یک آرزو دارم که برم مدرسه دا بخونم بیام مولا امامی همین ده باشم و در خلق خودم خدمت کنم. این همین آرزو دارم بچه جان فقط در بالای سر من دعا بکنید دعاگوی من باشه تمام. الهی امین بچم ساق برای سلامت بر بگردی با سری بلند بخونی بیایی بچم در آینده در پیریم عصای دستی نبگردی. الله بچه جونی من پروانه خوب یا چجا بیران نکن خوب گپ شده باشن نفهمیدم. آمدم چیزی باشه؟ چی گپ شید؟ خوش کمارا همونجور همونجوری که رفته کو نگه که جورا پلیونی شده اکه پلیونی شید جورا جوری که ما شما رو زیر ای کردم کامرا داشته واه کرو بیزه بگو به مال همار حالی کام نسود نگالتا bu kamera da hamar qalda سراسیما نشه بچه ها یا فکری خوب کردن در کره حق گردن چیکار کنی؟ بس کجورا یک 15 روزه شما همینجا اونجایی میشه
ягон кас бояд надонад ки шумо ҳуҷум меҳед, ҳатто ман надонам то он даме ки ман камераро тоза бом кунам, бас шуморо заминае шумо метавонед биёед. Фикри хуб, фикри беҳтар. Ягон ҷурае ки ҳеҷ ка надонатона, ҳеҷ ка нашиносад, даже ман надонам ҷотона. ҳай ака мо ҳамин ҳаёт сағирӣ бекасу бекӯй будем. Берем бо ягон ҷо ки ҳеҷ ки намеёд. Мешавад? Айтуми коша нест шавед. Тамом. Шавед. Akajon nom hamین qishloq chiyay? Santuda. Hani Santuda. همینجور یکان جو زمان نکی در کارم افرون. کجا اومدم نمیدونم. شاک شروع. خیلی توکلم بخدا. نخواد دام خشک ایام کسی یک شب دوچام مهمان مونا گیرم. سلام. ملو بچه میگم من ملو دمونندم. السلام. السلام علیکم مولا بچه. سلام علیکم. سوز تین سلامتی نه. رحمت اکا. سوزی همه خوب. سوز تین. ایتا بچه دوشنبه رفتی. مولا بچه لیباسا علی شیده. ایتا دیگه شدی خوندنا چی خیلی؟ سوز ناخذ تو مرا شناختی؟ آخی مولا بچه قشلاق نام بدی. چی خیلی نمیشناسم؟ نه. نه دردم زد من راستی کم ترک کلام حیران شده که بخشش. بچه داری دو ماه لیباس دیگه شده فرما رو بی. هر فرما دیگه شده. اگه بخشش دو درجه من کم کلام دیگه شده که عذر معلومه. انیخ کردن نکو چیگه باشه ما رو میبینیم مولو بچه گفته عجایی با فکرم این قشلاق کسی هسته که مرا سخت مونانده نفهمیدم هیچ چیزا نفهمیدم سلام علیکم خیلی سوالات جمع شده کاش که استاد رو میپرسیدیم همه آی استاد چی گپی هست فهمیدم نکن نه ساز شاگرد کارکات خوبه همه طرفت هیچ استاد دو ماهی که شما در دوشنبه بدین که استاد در فکر من بسیار سوال ها جمع شد استاد خیریت که آمدین استاد هیچ گپ نه سوال استاد تو مرا میشناسی؟ استاد خونه ما کجا داری؟ خونه شما استاد؟ استاد شوخی داری نه؟ نه شوخی نه من همین خونه مونا گم کردم خونه مونا گفتستم خونه تو استاد؟ خونه تو نام چاکی استاد؟ چاکی او طرف؟ کو بیا منو ببر تو خونه مونا شوگید ها؟
زن شوگیر آیندت خوبه آیندت خوب میشه همیه یا؟ آی نمیه خونش موستو گم نیست انا کن تدا براری کن مایلی؟ مایلی بو میبینی کیان بیو کیان های بچه مایه های جونیو چه آمده خوش آمده سلام علیکم چه نغزه سازی خوبی تینجی سلامتی سازا بچه همه طرفتش کن خوبی خوش آمده نوری دیده تو سری قکلانشی در بچه مایه یه قصرش ده بیا خونه بدرو این بچه بیا خوش آمده نغزه دیگه کچه جون شکری خدا این مولو بچه کسی بده در کشتو دیرو حرمت میکرد یعنی در کشتو مرا گاشتن حلوات میبرا هم مرا حرمت میکنن من در دشنده گاشتم دزی و غراتگری کده آدمزنی کده گاشتم این آدمگری رو بی این خیلی مرا حرمت میکنن نفرم که با برون بکردم کشتو بوده باور کرد این بودکو این زنکو این کارونو هم مرا حرمت میکنن الله اکبر बोलो बच्चा क्या बनी जगह हाँ की عروسو اکجوای تلاوی او نبی اوگ دا نبی اوگ چه خیلی میرم نه پویام نری تو تمام پویام بیو مرا تو همجای را نشان بتیره ها مایدی رفتی ای خیلی گپ دستی کوچو دا گپ زن نایم برا کوچو اختام دا زوری که خیلی بزن دریچ جنگ های نگاه داری خشتاق مرا چقدر حرمت میکنن نگاه کن چی گفت لو بچه سودا تینجی چی سودا نوخی کلمش کلونای نمیش بزن آخه نگاه نکن بزن السلام ها شا رفتی لباس پوشید گپ زنید رفتار دیگه شیدن که شلاق میاد دیگه نظرت ما را نمیگیره برای چی خیلی میگی؟ راست دیگه پا بگم این بدگی تا بخشوتر شده ای لبی دریا آمدی دستا تا شوشتی مرا بوسه ندادی با اون لبکات مرا کشتی ها پایتخت رفتی با شاعر عشقی عشقی که من در تو دارم بز در علف نداره و سگ در استخوان ندارم میخواستم که یک بار ما با تو بلوی بحر و هی انوتارهای کوه تماشا بیرویم میخواهی؟ ایروز نه برای چی؟ برای که ایروز اکرم در خانه پگاه نهش من انتظارت میشم مولا بچه خوب بچه به تقدیر بدهیده اینقدر مردم تره حرمت میکنه اینقدر خلق قشلاق تره حرمت میکنه بای عروس شپیه خیلی نقشلوق در رسیده ای بای همه میبینم من شرمنده میشم ای کی میگه ای بای هم صد ای ما چیکار داریم مردم دوخی ای کوری دیل مزد باور کرد ای وای ربی کیرم مولا بچه را ای توبام مولا با 2 روز میره دوشنبه نگاه که حالی مولا را اما در روزی روشن باور کرد ای می دختر آمده سایی
دیدی؟ акаш бурома анаки талотопа би вак тубтара хай мешам нигоҳ кун не ҳакимҷон илтимос шумо равен ки ман ай гап акам гап мефаҳмам хай майли ай акам از خونه بگذار باز به وقت در خونه گم میزنم جبی ملو سلام علیکم سلام علیکم تو دین رختا ملو میگرفتی دو روز در دوشنبه گشتی ای بنا میدونی در روزی روشن ایدمی خواری ما میگردی آکا بخشش کردم ما تو رو دو دین ملو گفتا حرمت میکردیم حضور آکا حضور ای بنا میدونی در روزی روشن ایدمی خواری ما گشتی سی ای ملو بچه گوش کده من تی خیلی باوری نداشتم فهمیدی تو می اومدی از سخن میکردی کو من خوار مدت تو فهم میکردم فهمیدی حضور آکا خیلی ما تو رو ملو گفتا حرمت میکردیم فهمیدی فهمیدی باز با گام میزنیم گوش که سیگارت نداری؟ سیگارت بچه تو دین را نصیحت میکردی که سیگارت نکشین علی گپای شما ما سیگارت کشی رو بس کردیم تماکو کشی به نشمندی آورده میرسونه همین نکشی با خوبتر میشه که ایمو یا گفتن خوب شده عجویی میخواین بخشش من خواهم حضور احمد خوب شنیدی که بیرون گرمه ها؟ اوه بچه جان بگی یه پیلا چای بخور بچه ای در این علمی شبه کی زنگ زده است باشه الو سلام علیکم اوچا جان و علیکم بسلام اوچا جان بخشیش یک هفته بود که من شما دا زنگ زده نتونستم نبینم به کار شدیم یک کمتر کار برآمده بود کی شما؟ الو اوچا من حکیم جانم اخی چی؟ حکیم جانم اوچا نشناختی؟ ای خدا حکیم جان اخی در برون ششتگیه کو؟ اوچا جان شما چی گفته سید من نفهمیدستم من اینم به تلفن یک آشنام زنگ زدستم وازی نمه قشلاق دایم وازی میام در کجایی؟ واینا در آمد قشلاق دایم اوچا جان وازی میام اینا بیو خواهی بیو بچم بیو خدای تو بکنم خدا جان اوچا جان من رو ببخش اوچا جان من این گپا گفتنی بدم که من همین گپا باید شما در میگفتم نکیم خیلی خداوند راضی نشید من رو ببخش اوچا جان که این گپا شما در طول یک هفته شید نگفتم نکه نه خدا راضی شید میگم من رو ببخش اوچا جان که من بچه شما نیستم من همیجا سر قشلاق در فرو آمدم همین خیلی شید که توغوری شید من خونی شما در غیر تیدم من رو بچه گفتم ملا بچه هزار رحمت به اون ملا بچه که یک هفته شد که من از پیش ملا بچه خورده خوابم اما اوچا جان راست دیگه بگو من یک بچه دوزم چی؟ یک بچه دوزم من در دیدم کرمان شدم در یتیم خونه کرمان شدم من رو ببخش من در یتیم خونه کرمان شدگی من رو ببخش اگر اجازه دادی من بخیزم برم یکم یک بار بچه تا ببینم هم ملا بچه رو ببینم که چقدر آدم خدا داده این بچه او بچه رو اینقدر آدم ها حرمت میکنیم اینقدر بچه با آب رو بوده یعنی ها میخوام یک بار ملا بچه شما رو ببینم باور کنید یا نکنید من عاشق بچه شما شدیم
یک بار ببینم میخوام که فعلما رفتارما کردارما رنگ بچه شما کنم و من مولو بچه شم. مرا ببخشید نوچه جان، یک بار بچه شما رو ببینم. یو در حقیقت مدامونان بدهی مکشلوقم این مردمی دیهم مولو بچه بیهوده مرا نمیگفتیان. در بزرگی جانم خداوند بزرگی ای آدمم ای تمونان میشیده اوچا ای کیه ای را ای کجای افتی ای تمدامونان دهی میترسیدم از آن روزی که آمد بر سرم. بچه‌ام در یتیمخانه که کلان شده باشه، من یک قصه را باید برایشان نقل کنم. بگو خوب